مرا فریب میدی، این کار میشه. اما در مورد حدیث پیغمبر این کار نمیکنم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر شنیدم یقول که میفرمود یاتی فی آخر الزمان قوم، در آخر زمان قوم ما حدثاء الاسنان، که یا در چیست سنشان جدید است، یعنی نوبالغاست، تجربه نداره، علم زیاد حاصل نکرده، نوخیز. ما و شما بچهای نوخیز است، سفهاء الاحلام، از نگاه عقلام قطش نیسته، بسیار بی عقل و احمق هستند. یقولون من قول خیر البریه، گپ از بهترین سخن رسول الله میگه، گپ از حدیث میگه. خو یمرقون من الاسلام، میبره از اسلام کما یمرق السهم من الرمیه، مثل که تیر از کمان میبره. چرا میبره؟ گپ از حدیث هم میزنه، مطلب حدیث نمیفهمه، فتوای کفری مردم میده، برای مردم مشرک و کافر میگه، خودش مبتلا میشه و میبره از اسلام. چقدر معلومات داری در حدیث؟ چطور جمع میکنی در بین آیت و حدیث؟ یکی از جملایش برای ما میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. نیم ده آیت که آیت کی تفسیر داره. نه، قول ابن عباس کی قبول میکنه که اینجا مراد از کفر دونه کفر است. قرآن اینطور گفته، مالی گپی قرآنه. جناب محترم، تو که اگر این آیت معنایش نفهمی، تصادم در بین آیت میه، در بین دو آیت تصادم میه، نمیتونی گفته. این خطرناک موضوع است. این موضوع بسیار مهم است. میبروی از ایمان میبروی، مثل که اونمو تیر از کمان برآمده، آثار ایمان در وجودت باقی نمیمانه. خبرداری گپی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که کسی را کافر گفتی، در جمعه پیش گفتم یکی از این دو نفر سرش گرفتار میشه. بعد از او پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ لا یجاوز ایمانهم تراقیهم، ایمانشان در قلبشان پایین نشده. مراد از این پایین نشدن، علم کافی نداره که تفکیک بکنه که آدم کی کافر میشه. خلاص در ظاهر آیت کسی فیصله نکنه. ملت افغانستان خود کلش کافر است، از وقت کافر است. یکیش به خواهرها و به دخترای خود میراث نداده، حکم به ما انزل الله نکرده. تو خودت 20 دفعه نماز قضا کردی، حکم به ما انزل الله نکردی. میشه کلگی کافر شوه؟ سری خود فتوا میدی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه فاینما لقیتموهم، هر جایی که قتلش رو برو شده، رسول الله میگه فقتلوهم، بکشش، فان قتلهم اجر، کشتن از یا اجر است، لمن قتلهم، کسی که یارا میکشه، یوم القیامتی، در روز قیامت. حدیث بخاری شریف است. جرأت به فتوا میدی تو؟ یک مسلمان نماز میخوانه،